مادر امام حسن امام حسین ای بزرگوار ما الحمدلله هیلال اوخی امام حسین به خدا قسم برای مسلمانان را از همون شیعه دیده عزیزتره. مسلمان از همون شیعه دیده حسن حسین از زیادتر دوست نداره. این حسن چیزی هست که دوستش نداری. حضرت به حد دوست شما داشته است که بوسه شما میکرد میگفت همه ریحانتای یا من دنیا و این دو نفر دگلی ریحان دنیای من همین دوست شما داشته است. تصور کنید که در نماز در جماعت در سجده حسن میدوه میگه در گردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوار بشه. تو زمانی همون تفلک ای بروی گردنش نخمید ای سجده سرش نبرداشت. حضرت سجده بسیار طولانی شد. بعد این نماز گفتن که یا رسول الله مگر وحی نازل شد که قدر رسید گونه نمی حسن اومد بروی گردنم سوار شد. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو ورخناپولیا دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. ابوطالب خشم هوشیمیای این زنش دختری عمکیش ای مقصد یو هر دو هوشیمی هم اما حضرت صلی الله علیه و سلم از سین 8 سالگیش همین فاطمه کلام کرده با درجه حضرت دوستش می داشته است. یک گوزاره این همی عادتا خیلی که فرزا خدی دیگر خیلی جگرهای دیگر دیگه همین یک گوزاره باید چی نمیگذاشته است تو به حدی که حالتهای میشین است که اما پنهانی بود به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک چیزا کم میداده است. اما این خدای تعالی برکتش داد ایمان آورد و خلال عالم مسلمان شد هجرت کرد. وقتی وفات کرد میگه حضرت صلی الله علیه و سلم جنازه‌اش خواند بریست گفت مثل مادر برای برات تشویق بدی. یعنی از محبت یعنی فاطمه بنت اسد اون وقتی که دخترچه دار شد نامش فاطمه بود. هیچ کار به محبت خود به خود نمیشه. هر چیز اگر ریشه‌ش بکوی از زیربینوی داره. همین زیربینوی نام فاطمه گذاشته شدن دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم همیه. انا اگر بعدی بی فاطمه هر فاطمه که هستی به خاطر علم دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه بنت محمد رضی الله تعالی عنها است که همین قدر زن صالحه بود، همین قدر زن مقصد با غیرت، با همت، با ناموس و محبه بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که فاطمه گوشه جگر من است، جبش ایمان است، اعضای بدن ایمان است. به حد دوستش می داشته است حضرت صلی الله علیه و سلم. حتی در روایات اومده است میگه وقتی فاطمه می اومد حضرت ایجوش میخیسته مرحبا میگفته است، ریدوشا میانداخته است. در روایات اومده است دوستا میکرده ای پیشو میشه در اون جوی بلند میشونده ایش قدر منزلتش بی‌نهایت بلند بود. خدا رحمتش کنه علامه اقبالا میگن مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. بیبی مریم فقط به هم یک نسبتش عزیزه که مادر پیغمبر خدا عیسی مسیح علیه السلام است. در صورتی که فاطمه زهرا میگه به سه نسبت برای ما مسلمانان عزیز است. نور چشم رحمتا للعالمین آن امام اولین و آخرین. اولش که این نور چشمای پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبوب ترین فرزند حضرت است. یعنی بانوی آن تاجداری حلعتا مرتضا مشکل کشا شیر خدا. دویمش این زوجه پاکی مطهره حضرت علی کرم الله وجهه اویله حضرت علی یک خلیفه مسلمانان از خلفای راشد امام مسلمانان. و نهایت سوم مادر آن مرکزی پرگار عشق، مادر آن قافله سالار عشق. این مادر امام حسن امام حسین بزرگوار ما الحمدلله هیلال امام حسین به خدا قسم برای مسلمانان را از همون شیعه دیده عزیزتره. مسلمان از همون شیعه دیده حسین از زیادتر دوست نداره. این حسین چیزی هست که دوستش نداری.
حضرت به حد دوست شما داشته است که بوسه میکرد میگفت هما ریحانتای یا من دنیا و این دو نفر دگلی ریحان دنیای من همین خیلی دوست شما داشته است. تصور کنید که در نماز در جماعت در سجده حسن میدوه میگه در گردن پیغمبر صلی الله علیه و سوار بشه. تو زمانی همون تفلک ای بروی گردنش نخمید ای سجده سرش نبرداشت. حضرت سجده بسیار طولانی شد. بعد نماز گفتن که یا رسول الله مگر وحی نازل شد که قدر نازل گونه نمی حسن اومد بروی گردنم سوار شده مشکل. حضرت ای بروی منبر وقتی که صحبت میکرده است حسن یا حسین هم دید همین ذوقش میکرد که همین میومد میگه با محبت او را آغوش میکرده. انا میگو که الحق خدای بزرگ گفت است که همین فرزند و دشمنای شما هستند. انا مقصد که میگه که با خاطر فرزند دیگه همه کار تا ترک میکنی میای آغوش میگیری. این خیلی قدر و منزلت داره نخیر. میگه بحری یک آدمی کمبغل هم میبینه دل بحری مقصد یک هم کمبغل دلش آنگونه سوخت با یهودی چادر خود را فروخت. اما یک فقیر هم میبینه میطلبه یک آن سوم نداشته است. همین خیلی دلش میسوزه میگه که چادرش هم میبره در یک یهودی مقصد به دست محرمون میفروشه و پول و مبلغ هم میتشه. این درجه و منزلت هم ببینیم و خیلی کاروبار هم ببینیم. با همون قدر مقصد محبتی که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت. وقتی حضرت گفتش که ابی سوره نصر نازل شده بود حضرت در گوشش چیزی گفت گریست. بعد با اشارهش کرد نزدیک اومد گفتش چیزی که خندید مردم نگه دارن و سوالش کردن بعدن که یو فاطمه چرا اول گریستی و بعد خندیدی؟ گفت که حضرت گفت که همین خدای تعالی مرا اشاره فرسته که میآید رفتن نزدیک شده است. فراق پدر بسیار سخته گفت دریا کردم. اما وقتی که باز اشاره کرد گفت که بچه‌م زیغ نشو 6 ماه پس میرسی به پیش من. بعد میگه خندیدم که 6 ماه باشه ان شاء الله بخیر. ولی خون نزدیک به دست بود. بزرگای خدا ای مرگ نمی‌حواسیدن. مرگ با لقای همدیگه رسیدن میدونستن. بیبی فاطمه نمیشه درجه و منزلت داره. همین کسی به خاطر بیبی فاطمه زهرا فرزند انشالله فاطمه نمیکنه خدای تعالی انشالله در همین دنیا رو هم برکتش میده و بعدی وفاتش هم انشالله به شرافت عملهایی که همون فرزند گروش گلشن میگرده. پروردگار فرزندی خوب صالح به کمالش برسونه. خداوند دیگر برادرانم به همه که روزی سعادت خوشبختی روزی توی حقیقت فرزنده و نبیره و ابیروهاشون یک صحیح به نام مولانا